مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم زنه میگه که منم دالشونی رو آقای گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و زندگیتون پر از اتفاقات قشنگ باشه. البته اون کسانی که در حال حاضر تو ایران زندگی میکنن با این وضعیت گرونی و اتفاقات عجیب و غریبی که تو ایران رخ میده خیلی حال دلشون خوب نیست. اما امروز قصد داریم که در برنامه پشت پرده افشا بکنیم پشت پرده های ماجرای پلم شدن رستوران این چهره رضا رشیدپور رو که ایشون در کیش یک رستوران لاکچری و عجیب و غریب، حالا چرا عجیب و غریب جلوتر به شما خواهم گفت، و با کلاس دارن که چند روز پیش یه دونه استوریشون گذاشتن، تا بگم دیروز، و گفتن که رستورانشون به دلیل رعایت نکردن شؤونات اسلامی، احتمالاً همون حجاب و از این صحبت‌ها، به دستور اماکن کیش پلم شده و نمیتونه فعالیت بکنه. البته من امروز استوریای این رستوران رو دیدم، همچین داشتن سرویس میگرفتن گویا زیر 24 ساعت تونستن اون پلمه رو وردارن. به هر حال رانت و لابی و چیزهای مختلف بی تاثیر نیست برای اینکه شما خیلی راحت بتونید حالا اونجا هر فعالیتی که دلتون میخواد انجام بدید. که البته امروز من در برنامه پشت پرده یه مقداری پشت پرده گونه تر و یک مقداری با نگاه افشاگرانه گونه تر و بزرگتر نسبت به این اتفاق خواهم پرداخت. درست سوژه ما ماجرای پلم شدن رستوران رضا رشیدپور هستش و اینکه اونجا انواع اقسام دختران میرن و اصلا انگار محل بیزینس و بیزینس داره دختران بمونه از اینا. حالا جلوتر توضیح میدم که چه اتفاقاتی توی رستوران رضا رشیدپور رخ میدم و میخوام به این قضیه مقداری نگاه هم رو بزرگتر بکنم و جامع‌تر بکنم و یه مقداری اطلاعات افشاگرانه پشت پرده گونه پشم‌ریزون بهتون بدم که اگر لطف بکنید کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید، دکمه که این زیر هست رو بزنید و زنگوله رو روشن بکنید. قطعاً با دیدن ویدیوهای بیشتر از ما متوجه خواهید شد که چه اسناد و مدارکی که در خصوصا رستوران رضا رشیدپور توی برنامه‌های بعدی برای شما افشا خواهیم کرد. اما خب حالا بپردازیم نسبت به این اتفاق ماجرای پلم شدن خودش، نه رستوران رضا رشیدپور، که البته یه ویدیو هم منتشر کرد در یکی از پیج‌های خودش و به صورت حالا تیکه گونه نسبت به بسته شدن رستورانش صحبت کرد. ببینید. همش نگران اون 2 میلیون فالوور آقای رئیسی هم. در هر چیزی هم ببندیم، در اندیشه، آگاهی و نقد رو نمیتونیم ببندیم. در هر چیزی، حالا منظور شاید رستوران چیز دیگه است، بقیه‌اش درد هم بیخبر باشیم و سیستم مدیریتی هم فکر کنه که همه چی گل و گلستونه، همه چی خوبه، دیگه هیچکی هم حرفی نمیزنه. نه، اینا همشون خواب و خیال. وای و امان از روزی که مردم فکر کنن که صداشون نمیرسه. میشود حوادثی که پشت سر وجود داشت. بخشی از این آقایون مدیر عموما در اتاقشون از این درای آکوستیکه، بسته که میشه صدای گنجشکار هم نمیشنون، چه برسه به صدای من. زمانی که آگاهی به جریان بیفته و همه مردم، همه مدیران، تصمیم گیران نسبت به چیزی که زیر پوست شهر هست آگاه بشوند، ما میتونیم امیدوار باشیم که تصمیم ها منطقی تر و عاقلانه تر باشه. چقدر قشنگ گفت این موضوع رو. گفتش که اگر مردم آگاه باشن میشونیم تصمیمات منطقی تر. خیلی خوب، من در برنامه پشت پرده خصوصا در این ویدیو شما رو یه مقداری آگاه خواهم کرد نسبت به رضا رشیدپوری که سال 92 دیگه کم مونده بود از حسن روحانی لب بگیره. اصلا نگاه کنید تو قربون اینجوری، اصلا اینجوری واقعا خدایا بس دیگه، خایمان است قفل تو این قضیه. خدایا بس دیگه، ما خسته شدیم دیگه. واقعا ببینید قفله. حالا این خوبه، این یکی هم هست، یعنی تا تونست رضا رشیدپور سال 92 از حسن روحانی رئیس جمهور وقت
امتیاز گرفت. حتی توی سفرهای استانی اصفهان و شیراز هم با حسن روحانی بود، کسی که تو چند سال قبلش ممنوع الکار بود، پروژه‌های زیادی بهش نمیدادن، یهو پیدا شد و یهو رفت تو بغل حسن روحانی و گفت یاران سلامت میکنن، مستان نگاهت میکنن. مثل این ویدیو. جان را غلامت میکنند، احسنت. قفل خواهیم. رندان سلامت میکنند، جان را غلامت میکنند، مستیز جامت میکنند، مستان سلامت میکنند. در عشق گشتم فاشتر و از همگنان قلاشتر و از دلبران خوشباشتر، مستان سلامت میکنند. غوغای روحانی نگر، غوغای روحانی نگر، سیلاب طوفانی نگر، خورشید ربانی نگر، مستان سلامت میکنند. تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود. بله، این هم داستان رضا رشیدپور بود که مستان برای همین شعر خوندن ها و مالوندن و اینا ناقابل 5 میلیارد تومن به جیب زد. سال 92 الان 5 میلیارد تومن شما به توف کف دستت نمیذارن تو ایران. سال 92 با 5 میلیارد تومن توی 2-3 تا خونه بخوای منطقه 1 تهران 5 میلیارد تومن پول گرفت. در کنار این 5 میلیارد تومن تو سفر استانی بود دیگه، مصاحبه‌های روحانی هم دستش بود و دیدید دیگه چه فاک عظمایی داد اصلا روحانی مملکت رو و برد به کجاها و مردم به خاک سیاه نشوند و وضعیت مملکت هم ما که دیدیم به کجا رفت. از اون طرف خب همچین میگم بیمای فتیره همچین الکی پلکی نبود دیگه، به حال چسبیدن ماچ کردن از این صحبت ها باعث شد که امتیازی یه دونه کافه رستوران لوکس رو با توجه به ارتباطاتی که تو دولت حسن روحانی داشت بگیره و تقریبا اواخر دولت روحانی تونست امتیازه رو بگیره و توی کیش رستوران بزنه. و حالا اینجاش باحاله. این صحبتی که من میخوام بکنم، حالا درست رضا رشیدپور شد تارگت ما در این ویدیو، اما این اتفاق در بسیاری از رستوران‌های بالا شهر تهران هم اتفاق میفته که خیلی از دوستای من که رفته بودن رستوران‌ها، حتی از آلمان یا قبلا هم گفتم از هلند، یکی دو تا از دوستای من رفته بودن ایران، رفته بودن تو این رستوران. اولا که بعد مثلا زنگ بزنی وقت بگیره بابت هر نفرم نمیدونم 200-300 هزار تومان بعد پول بریزی به حسابشون که وقتت سیو بشه. یعنی حرکت اصلا در اروپا قفله. یعنی اینجوری نیستش که شما مثلا زنگ بزنی یه رستوران بعد پر باشه یا نباشه بخوای رزرو کنی پول بدی. چیزی که حالا ما داریم می‌بینیم که توی رستوران‌های تو ایران اتفاق میفته. بعد اونجا که میرید اسمش حکومت اسلامی ها، اسمش اینه که مثلا توی مثلا اونجا اون یارو طرفی که میاد از شما مثلا پیش غذا رو پیشش سفارش بدید، میگه که نوشیدنتون با الکل باشه یا بدون الکل. یعنی به راحتی آب خوردن مثل بنز الکل هم سفارش میدن تو رستوران‌های تهران و کیش. حالا تو کیش هم بماند چه اتفاقاتی میفته، دختره مجرد و در و داف و این چیزا که حالا اونجا میرن و کاری نداریم چه اتفاقاتی میفته که بعدش پاس میدن این ور اون ور. اون کسایی که این امتیازاتو میگیرن قطعاً آدمایی هستن که آدمای با نفوذی هستن، یا آدمایی هستن که لابی دارن، یا آدمایی هستن که با یه نماینده مجلس بستن یا با یه آدمی بستن که مجوزی همچین رستورانایی میگیرن و خیلی راحت بدون ترس. رضا رشیدپور هم جزء همون رستورانایی که تو رستورانش مشروب سرو میکنه. حالا به حال میکنه به خودش ربط داره. میخوام به شما بگم که داشت صحبت میکرد میگه رستوران منو بستن و اینا، مسئولین تو اتاقاشون درشون رو بستن. نه عزیز من، مسئولین درشون رو بستن اما در پشتی امثال شمایی که پر لابی هستید و پر نفوذ هستید در بازه. رستوران درسته که یه روز پلم شد اما
درست 24 ساعت بعد شما تونستید در رستورانتون رو باز بکنید و الان رستورانتون داره فعالیت میکنه. میخوام به شما بگم خودش گفت آگاهی ها. اگه آدم عادی، یه نفر مردم عادی مثل من و شما، حالا منم نمیتونم خودم عادی بدم، به هر حال منم ارتباطاتی دارم دیگه، حالا خودمونیم دیگه، دوست موست دارم دیگه، اگه تو رستوران ایران رستوران بزنم یارو بخواد بیاد پلومش بکنه با 2 تا تلفن حلش میکنم، منم اوکی مثل اونا. مردم عادی رو دارم میگم، من همیشه سعی میکنم که راستش رو بگم. مردم عادی اگه برن یه رستوران بزنن تو رستورانشون مشروب سرو بکنن، خشتک پرچم خواهد شد، خشتکشون رو پرچم میکنن. بعد رستوران شما رو بستن، میگی به علت عدم رعایت شونات است، بعد میگی که آره ما طرفدار زنان ایرانیم و اینا، بعد مشروب سرو میکنه تو رستوران. داداش من تو همین اروپاشم، تو همین آلمانشم، رستورانی که بخواد مشروب بده بعد بره مجوز مشروب بگیره در همین آلمانش. هر رستورانی نمیتونه مشروب بده، چون یه عده فکر میکنن که حالا اینجا هر کسی در مغازه‌اش باز کنه میتونه مشروب. نه، هر رستورانی نمیتونه الکل بده دست مردم، بعد بری مجوزش رو بگیری. یه سری قانون و قواعد داره. ولی حرف من اینه که امثال ایشون تونستن با امتیازات، با لابیا، به همراه پولایی که گرفته بودن استفاده های خودشون رو ببرن. اینا مردم رو تحریک کردن. گفتم یه سری سلبریتی ها بودن که تو دوران های روحانی این اتفاق براشون افتاد، خریدنشون، از معروفیت و محبوبیتشون استفاده کردن. قضیه مال 4-5 سال پیشه. پولشون رو گرفتن، به مردم میگفتن که آقا شما طرفدار منید، بیاد به این آدم رای بدید. البته این قضیه دیگه الان 3-4 سال بعد از افشاگری‌های ما و بعد از اینکه ما اومدیم توی رسانه پشت پرده فوکوس کردیم روی سلبریتی ها، یه مقداری رفت کنارا. چون ما همیشه گفتیم آقا حواستون باشه، خودتون عقل دارید، خرد دارید، آگاهی دارید و حواستون باشه که اصطلاحاً گول این افراد رو نخورید و خودتون منطقی دیگه. آقا حتما لازم نیست که اون طرف چون داره طرفداری یه شخص سیاسی رو میکنه شما برید طرفدار اون شخص باشید. این از این قضیه و اتفاقات رضا رشیدپور. یه سری سند و ویدیو این چیزا هم دارم از رضا رشیدپور. حالا بماند یه زمانی هم کیفش رو و همراه لپتاپش رو دزدیده بودن و تو اون هاردش یه سری تصاویر و اینا بود. حالا خواستم بزنم به یه نقطه‌ای که رضا رشیدپور داستان یادش بیاد که ما داریم از چه تصاویری صحبت میکنیم، چون قطعاً مخاطب ما خواهد شد خیلی راحت ساده بیاد شفاف سازی بکنه آقا برای این ماجرای یاران و مستان سلامت میکنن ایناشون چه امتیازاتی از دولت‌های روحانی گرفت اون موقع که رسید به این مراحل. در صورت اینا هم بگم اینکه یه سری دخترها میان تو رستوران شما، بعد از رستوران شما میرن تو یه سری از این اتاقای هتل، بعد یه سری سیغا اتفاق میفته، یه سری آدم پولدار از عراق و جای دیگه هم میان، هم اینا هم خواهشم بگو. بعد یه اتفاق جالب دیگه هم میفته تو رستورانش. میان و منو دارن، میگن که اگه تولد میخواید بگیرید میتونن آقای رضا رشیدپور با صدای خودشون تولد تبریک بگن. این هم هست و خیلی هم اتفاق افتاده. یه دفعه مثلا دیجی داره اونجا میزنه، مردم هم دارن هد میزنن و هلیکوپتری میزنن و یه دم مست. بعد یه دفعه قطع میشه، میگن سورپرایز ویژه رستوران و میگه رضا رشیدپور، میگن اسم طرفو میگه و میگه فلانی تولد شما رو تبریک میگم. کلا 10 ثانیه 15 ثانیه هم نمیشه. الان قیمتش 12 میلیون تومنه. بابت 12 ثانیه 1 میلیون تومن ایشون میگه. بعد از اون که تبریک تولد گفت و تموم شد و رفت، شبش اون مسئول رستوران رو زنگ میزنه به اون کسی که تولد گرفته و مسئوله، میگه اگر میخوای فایل صوتی رضا رشیدپور رو به صورت اورجینال و اصل داشته باشی 40 میلیون تومن ناقابل پرداخت کنید، ما فایل اورجینال صدای رشیدپور رو هم تقدیمتون خواهیم کرد. یعنی دیگه ببین یه عده هستن اینقدر میکنن تو پاچه ملت، یه عده دیگه هستن اینقدر میکنن، یه عده هستن اینقدر میکنن، ایشون اینقدر میکنن تو پاچه مول گیواش و آرام. حالا درسته البته اینو هم بگم ایشون دوست داره هر چقدر که دلش میخواد بگیره. مثلا یکی به من بگه آقا
صدا تو بذار من میگم مثلا 500 میلیون. اصلا من حرفی توش ندارم، میگم به حال قیمت آقا یه مقدار خب اون قیمتی که میخوای بدی سلطان یه مقدار منطقی باشه دیگه. تو انقدر دیگه خود یارو جر میخوره یعنی بخوای بکنی تو پاچش و اینا. در صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. یاران چی میگفت؟ رندان سلامت میکنن، مستان نگاهت میکنن، نمیدونم چی و فلان اینا، جان را غلامت میکنن. بعدش هم یه 4-5 میلیارد ناقابل گذاشته جیب مبارک. خیلی مخلص.